وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنشون، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ما رو از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزاد رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.